درود و عشق به شما روح‌های زیبا. بهار عظیمی هستم، مدرس اژدها از مدرسه نور سفید دایانا کوپر. مدیتیشن ارتباط با کودک درون. این مدیتیشن رو میتونید قبل از اینکه روزتون رو شروع کنین انجام بدین و در یه جای ساکت و آرومی بشینین. چشم هاتون رو ببندین. نفس های عمیق بکشین. با هر نفس تصور کنین که بندهای نورانی از کف پاهاتون به عمق زمین در حال حرکته. تصور کنین که مثل یک درخت ریشه هایی به عمق زمین دارین، محکم و قوی. به نفس کشیدنتون ادامه بدین. تنفس از راه بینی و بازدم از راه دهان. کافیه اجازه بدین که بدنتون، میدان انرژیتون و تک تک سلول هاتون آروم بشن. دم، بازدم. حالا ازتون میخوام تمام توجهتون رو به سوی جنبه احساسی وجودتون ببرین. توجهتون رو به سمت کودک درونتون، نسخه کوچکتر و شاید گاهی ناتوانتر از خودتون که هنوز هم در درونتون حضور داره. همان کودکی که شاید احساس کنین نیاز به محافظت داره. کودکی که ممکنه از اتفاقات دنیای اطرافش ترسیده باشه. حالا ازتون میخوام با عشق صداش بزنین و ببینین که چطور براتون ظاهر میشه. حالا کاملا دقت کنید، ببینید که کجا هستید. خونه کودکی هاتون و یا اینکه در یه جای متفاوت و زیبایی هستید. به اونجا کاملا دقت کنید. به کودکی که در برابرتون با عشق ظاهر میشه نگاه کنید. به چشمهاش نگاه کنید. به لباسهایی که به تن داره نگاه کنید. ازش بخواین که بیاد و کنارتون بشینه. آیا اون با میل و اشتیاق جلو میاد یا مردده؟ آیا دستش رو به سوی شما دراز میکنه یا در جای خودش میمونه و ترجیح میده در سایه ها پنهون باشه؟ آیا در کودک درونتون شور و شادی و هیجان رو میبینین یا شاید اندکی تردید و بیمیله؟ فقط ازتون میخوام با دقت و به آرومی به واکنش‌های اولیه کودک درونتون نگاه کنید. حالا با مهربانی، عشق، فضایی در کنار خودتون براش باز کنید. دستان کوچکش رو با عشق بگیرید. لمسش کنید. عشقی که در وجودتون بهش دارین کاملا احساس کنید.
به آرومی ازش دعوت کنین به صدای پرندگان، به آوازشون گوش بده و با اونها هماهنگ بشه. در این لحظه از کودک درونتون بپرسین که اون امروز دوست داره چه چیزی رو تجربه کنه. دوست داره امروز چه کاری رو انجام بده. چه چیزی میتونه برای هر دوی شما شادی آفرین باشه؟ چند لحظه صبر کنین تا پاسخی صادقانه از درونتون بیاد. کودک درونتون امروز میخواد شما چه کاری براش انجام بدین؟ چیزی ساده، شاید چیزی که به شفای شخصی هر دوی شما کمک کنه. شاید بودن در سکوت باشه. شاید خوندن یک کتاب باشه. کتابی که در کودکی خودتون اون رو میخوندین. هرچه که هست ازتون میخوام چند لحظه‌ای وقت بذارین تا به خواسته کودک درونتون گوش بدین. آنچه که شما و کودک درونتون امروز به اون نیاز دارین. وقتی پاسخ رو دریافت کردین ازش تشکر کنین. گاهی ممکنه دیر بهتون جواب بده، اما ازش تشکر کنین برای اینکه باهاتون ارتباط برقرار کرد، حتی اگه در ابتدا کمی مردد و خجالتی بود. حالا ازتون میخوام دست کودک درونتون رو بگیرین و این روز جدید رو دست در دست هم شروع کنین. کاری انجام بدین که برای هر دوی شماست. کاری که به هر دوتون شادی میبخشه و وجودتون رو پر از عشق میکنه. حالا ازتون میخوام به نور آفتاب زیبای زرد رنگ درخشان و پرنور توجه کنین. حس کنین که این نور آفتاب بدنتون رو گرم میکنه و وجودتون رو سرشار از نور میکنه. از این همه نور لذت ببرین و با عشق دستهای کودک درونتون رو بگیرین. حالا شما با قلبی باز، با کودک درونتون که لبخند میزنه و شاده، آماده هستین تا وارد روز جدید بشین. شادی رو در کل وجودتون احساس کنید. شما لایق شاد بودن هستید. و حالا ازتون میخوام توجهتون رو به بدن فیزیکیتون بیارین، به دم و بازدم هاتون. دست هاتون رو تکون بدین، بدنتون رو بکشین و با عشق آماده شروع روز جدید باشین و چشم‌های زیباتون رو باز کنید. نماسته.